سلام، من مامان دوقلوها هستم. این دفعه میخوام بهتون طرز تهیه پوفیلا رو یاد بدم که برای تغذیه بچه‌ها یه خوراکی مفیده. اول ظرفمون رو روی گاز میذاریم تا داغ بشه، بعد روغن رو بهش اضافه میکنیم. چون برای پوفیلا روغن زیادی میخوایم، در شیشه رو باز میکنیم، فرسیم میریزیم داخل ظرف و میذاریم کاملا داغ بشه. وقتی حباب زد یعنی روغنمون داغ شده. چند تا پوفیلا برای امتحان میریزیم توش، ببینیم باز میشه یا نه. هرچی روغنتون داغتر باشه پوفیلا بهتر، پفک هندی بهتر باز میشه. اینا خیلی خوب باز نشده. هرچی روغن داغ بشه خیلی برایشون بهتره. حالا وقتی باز شد برمی‌داریم و روی دستمال میذاریم تا روغنش گرفته بشه. البته دستمال ما پرواز کرد و من چون دستم دوربینه نمیتونم یه دستمال دیگه استفاده کنم. دوباره پفک هندی ها رو میندازیم داخل روغن. این دفعه بهتر باز میشه چون روغنمون داغ‌تره. نکته درست کردن پفک هندی اینه که روغن باید داغ باشه. اگه بتونید روغنش رو بگیرید یه خوراکی بسیار مفیده برای بچه‌ها و میتونن توی مدرسه ازش استفاده بکنن. دوباره چند تا دیگه پفک هندی داخل روغن میندازیم، ببینیم اینا در چه حد باز میشن. اینا خوب باز شدن. خدا حافظ.